هستم. منم شکیبا. اینجا جیهونه و ما میخوایم یه کتاب بهتون معرفی کنیم. اگر گذرتون به خیابون انقلاب و کتاب فروشیش افتاده باشه، احتمال خیلی زیاد من و شکیبا رو تو کتاب فروشی جیهون دیده باشید. ما تصمیم گرفتیم که تو این روزا که انتخاب کتاب خیلی سخت شده، تجربیات خودمون به عنوان دوتا کتاب فروش رو تو قالب ویدیوهای کوتاه با شما به اشتراک بذاریم و انتخاب کتابا رو براتون راحت تر بکنیم. سیمین، داستان لباس جدید پادشاه رو یادته؟ آره، همون داستانی که یه پادشاه خیلی چاقو چله‌ای بود. بعد دوتا خیاط شیاد به پستش خوردن، بهش گفتن که ما برای تو یه لباس خفن از ابریشم خیلی نایاب میسازیم، هر کس هم که نتونه این لباس رو ببینه اصلا دیگه اصلا تو رو قبول نداره و نادان هستش. اصلا به خودش هم گفتن که تو هم اگر نمیبینیش تو هم نادانی دیگه، که دیگه پادشاه اونجا شاکی شد که یعنی چی؟ یعنی من نمیبینم. دقیقا. و همه ادعا میکردن که اون لباس رو میبینن تن پادشاه، حتی خود پادشاه با اینکه میدونست چیزی تنش نیست. به نظرت چرا مردم اینطوری رفتار کردن و خود پادشاه هستن؟ ببین، خب یکی از دلایلش به نظرم اینه که گفته بودن اگر اینو نبینی نادانی، یعنی یه فشاری روش آورده بودن، هم روی خود پادشاه هم روی مردم. یه انگی بهشون میخورد که اگر تو این لباس رو نمیبینی جاهلی، نادان هستی. و یادمه که یه جشن رونمایی هم از این لباس گذاشته بودن. یه چیزی دیگه این بود که وقتی یه نفر یه چیزی رو قبول داره توش خودت شک میکنی. مثلا طرف میگه من دارم لباس رو میبینم، بعد تو به خودت معمولا اعتماد نداری و سعی میکنی اونی که داره یه چیزی رو تایید میکنه تو هم تاییدش میکنی، میگی بله منم دارم میبینم و همه بهش میگن سوگیری تایید. یعنی به نظرم یکی از عللش اینه که ما دچار سوگیری تایید میشیم توی چنین شرایطی. یعنی فکر میکنیم که لابد بغل دستیمون داره درست میگه و ما اشتباه من قطعا دارم اشتباه میکنم، من استدلالم اشتباهه نه بغل دستی. یکی دیگه ترس از پیامدشه. تو فکر کن به پادشاه بگی که نه تو داری اشتباه میگی، لباسنت نیست و چه اتفاقی میفته. ولی اون وسط یه بچه اومد این کارو کرد. به خاطر اینکه بچه‌ها معمولاً به عواقب کاری که میکنن فکر نمیکنن دیگه، اون ترس از پیامده رو ندارن. به خاطر همین اومد چیزی که داشت واضح و عیان میدید و گفت. اما بقیه نگفتن. یه دلیل دیگه هم میتونه این باشه که تفکر انتقادی ندارن. دقیقاً. بچه‌ها خیلی براشون همیشه سوال پیش میاد. همیشه سوال میپرسن لباسو که من نمیبینم چرا پس بقیه دارن میگن؟ ولی بقیه نه، اصلا کسی با خودش نگه خب اصلا این پارچه‌ای وجود نداره، من باید اینو زیر سوال ببرم. کسی با خودش یه همچین صحبت دقیقاً همینطوره. این مثال داستان لباس جدید پادشاه داره یه مفهومی رو بیان میکنه، یه مفهومی که من تو کتابی که اخیراً خوندم به اسم توهمات جمعی اثر تادروس داره موشکافی میشه و بیان میکنه که اصلا چرا یک عده از مردم یک چیزهایی رو بهش باور دارن و بیانش میکنن که یعنی در واقع باور ندارن، بیانش میکنن که عقیده شخصیشون نیست و واقعیت هم نداره و درگیر یک توهم میشن برای اینکه فقط تایید بشن یا فشار جامعه بهشون اینجوری القا میکنه و همین دلایلی که ما گفتیم. یه مثال جالبی که تادروس توی این کتاب میاره درباره یه روستایی به اسم علمهالو و یک فردی که به عنوان مردم شناس رفت توی این روستا تا رفتار این افراد رو مشاهده کنه و بررسی کنه که چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن. توی مشاهده اولیه‌اش چیزی که میشنید این بودش که آدمای این روستا هیچ کدوم اهل بازی کردن با پاسور نیستن، هیچ کدوم قمار نمی‌کنن، هیچ کدوم نوشیدنی‌های الکلی نمی‌خورن. وقتی میرفت تک تک ازشون پرسید گفتن که همه اینجوریان، هیچ کس نمیخوره. یکم که رابطه‌اش صمیمی‌تر شد با اعضای این روستا، مثلا با کشیش رفت و آمد داشت، رفت توی خونه‌اش و فهمید که اصلا کشیش یکی از قهرمان‌های بازی پاسور، مثلا توی فلان بازی عالم رکورد داره، خیلی مهارت داره و اونجا بود که تعجب کرد اصلا داخل خونه با بیرون چقدر فرق میکنه. و وقتی ازش میپرسید میگفتش که نه، هیچ کس اینجا این کارو نمیکنه و مستقیم بهش میگه خب تو داری این کارو میکنی.
بعدن که رفت و بررسی کرد فهمید که یه خانومی توی اون روستا بود که اهالی خیلی قبولش داشتن، خانم سالت. و خانم سالت فکر میکرد که هیچکس توی روستا این کار رو انجام نمیده، هیچکس نوشیدنی الکل نمیخوره، هیچکس پاسور بازی نمیکنه. و چون خانم سالت قبول داشت، همه روستا همونو قبول داشتن، در حالی که دروغ بود و خودشون میدونستن که واقعیت نداره. این یه مثال ساده از توهم جمعیه که میتونه به صورت گسترده توی یک جامعه به وجود بیاد و در نتیجهش یه سری عواقب جبران ناپذیری به وجود بیاد. دقیقاً. حالا فرق نمی‌کنه که اون جامعه چه کوچیک باشه چه بزرگ باشه. یه مقاله‌ای هم که من چند وقت اخیر خونده بودم در مورد جونستان هستش. نمیدونم که تا به حال چیزی در مورد شنیدی یا نه. داستان خیلی تلخیه. آره داستان خیلی تلخیه. به صورت خلاصه بخوام براتون تعریف کنم، یه آقایی بوده به نام جیم جونز که کشیش خیلی معروفی توی سان فرانسیسکو بوده. تصمیم میگیره که یه فرقه‌ای رو به نام پیپل تمپل راه اندازی بکنه و بعد از مدت‌ها با تقریبا 500 نفر از اعضای اون فرقه مهاجرت میکنه به یه منطقه دورافتاده‌ای که اعضای اون فرقه رو ایزوله بکنه، باورهای خودش رو بتونه راحت‌تر به خورد اونا بده. اونجا خیلی اعتقادات اشتباهی مردم دارن و هیچ کس هم اعتراضی نمی‌کرده در مورد هیچ مخالفتی نمی‌کرده. قوانین خود جیم جونز من شنیده بودم گذاشته بوده و خودش اونا رو نقض می‌کرده، منتها انقدر همه بهش باور داشتن که گفتن که خب این کاری که باید انجام بدید و ما هم باید پیروی کنیم. یعنی اگر که جلوشون کسی رو شکنجه می‌کرد، ما همه خب به صورت غریزی می‌دونیم که شکنجه کردن یک موجود دیگه کار درستی نیست. دقیقاً. و هم گهگاهی اعتراض می‌کردن به این قضیه، اما اونجا هنجار بوده. کاری بوده که جیم جونز میگفته و باید انجام میشده و همه به خاطر اینکه از جیم جونز پیروی کنن و از اون گروه دور انداخته نشن، طرد نشن، همه قبول میکردن چشم بسته. و این پیروی کورکورانه یه نتیجه خیلی دلخراشی داشته. خود جیم جونز با 918 نفر از اعضای فرقه خودکشی دست جمعی میکنن و بزرگترین خودکشی دست جمعی توی تاریخ آمریکا بوده و در نهایت از بین میرن. بله. آخر سر میگه که جیم جونز میگه که خب ببینید ما نهایتا دیگه تا اینجا بود دیگه، من شنیدم با بشکه‌های سیانور و کوچیک و بزرگ میرن بدون که اصلا بگن که چرا ما چرا باید الان خودمون رو بکشیم و همه گرفتار این توهم جمعی هستن. و توهم جمعی اینجا نشون میده که حالا توی مقیاس‌های کوچیک‌تر ما میتونیم توی جامعه‌های کوچیک بررسی کنیم یا داستان‌های کوچیک، ولی نتیجهش میشه یه همچین فاجعه‌ای. اگر که کسی نپرسه، اگر سوال نکنه، خوب نبینه و نشنوه، نهایتاً یه همچین اتفاقی میفته. دقیقاً شکیبا جان. برام سوالی که توی کتاب به علل به وجود اومدن توهم جمعی هم اشاره کرده. کتاب بخشای مختلفی داره، اومده هر بخشش با یه سرفصلی یه موضوعی رو توضیح داده، اما بخوایم اگر بررسیش کنی خب یه سری عوامل روانشناسانه‌ای توی این کتاب گنجونده شده که ما خودمون میتونیم نتیجه بگیریم بعد از خوندن این کتاب. یکیش مثلا این که وقتی که آدم‌ها در کنار هم قرار میگیرن و یه مسئولیتی بهشون داده میشه، مثلا راجع به یه چیزی تصمیم گیری کنی یا راجع به یه چیزی اظهار نظر کنی، به صورت غریزی خیلی از اون افراد خودشونو میکشن کنار و اون مسئولیت رو ترجیح میدن بندازن رو دوش یه نفر دیگه. وقتی اون وسط یه نفر داوطلب بشه و انتخاب کنه که خب حالا من میخوام یه تصمیمی بگیرم، یه صحبتی کنم، بقیه اکثرا میمونن کنار و میگن که آره تو داری راست میگی. آره بهش میگن اثر تماشاگر. ما معمولا ترجیح میدیم که یه نفر صحبت کنه و ما تاییدش کنیم، تماشاچی باشیم. یکی از علل این اتفاق اینه که اثر تماشاگر یک چیز خیلی رایجیه در میان جوامع انسانی. دیگه علل دیگهش کلا گروهگرا بودن انسان هست. ما زندگی جمعی رو دوست داریم. اصلا تنها بودن توی گونه انسان مساوی بوده با از بین رفتن. از تاریخ هم برگردی به عقب، معمولا گروهی زندگی میکردن، گروهی شکار میکردن، به خاطر اینکه امنیتشون تامین میشده و بقاشون رو تضمین میکرده.
و ما دوست نداریم از اون گروه بیافتیم بیرون. دوست نداریم کسی ما رو بذاره کنار و ما تنها بمونیم. پس نتیجتا هر چیزی که بگن سعی می‌کنیم قبول کنیم دیگه. باشه اگر اینو میگی میدونم اشتباهه ولی منو از گروه بیرون ننداز. یکی از علل دیگه‌ش اینه. من دوست دارم اینجا باشم، دوست دارم مثلا شعار گروه رو دنبال کنم، دوست دارم تشویق کنم، با شما باشم. ببین یه پدیده هم که هستش فکر میکنم اونم بی تاثیر نباشه تو به وجود اومدن توهم جمعی، اثر مرجعیته. آره که توی مثلا مثال علم حالو که تو گفتی، مثلا خانم سالت که اون باور رو رواج داده بود بین مردم، یا تو مثال جونستن خود جیم جونز، اون رهبریه که ما نمیتونیم بهش هیچ انگ اشتباه بودن بزنیم. فکر میکنیم که چون رهبر هستش پس همه تصمیماتی که میگیره، همه باورهایی که میخواد برای ما ایجاد بکنه درست هستش. مشابه اثر مرجعیت یه پدیده دیگه‌ای داریم به اسم اثر هاله‌ای. اثر هاله‌ای حالا اون چیه؟ اثر هاله‌ای به وقتی میگن که یه نفر یه ویژگی برتری داره، مثلا اینکه خوب میتونه سخنرانی بکنه، مثلا خوشگله، خیلی خودمونی بخوایم بگیم خوشگله، خوب لباس میپوشه، یه برتری تو دید ما و اطرافیانمون داره. این باعث میشه که ما فکر کنیم هر تصمیم دیگه‌ای که میگیره هم ممکنه درست باشه. یا مثلا وقتی که میریم یه جنسی رو میخوایم بخریم از فروشگاه‌ها، اگر دقت کرده باشین ناخودآگاه میریم سمت اونی که خوش رنگ و لاب‌تره، اصلا اونی که دیدمش قبلا، اونی که تو تبلیغات قبلا دیدمش، اسمش رو شنیدم. دقیقاً. شاید مثلا قبلا استفاده نکردم، کیفیتش هم نمیدونم چه جوریه، منتها چون که به چشمم آشناست، همچین خوشگله، یه تبلیغ خوب بوده، یکی اومده روش آواز خونده، پس من اینو بخرم دیگه. اینم پدیده اثر هاله‌ایه که فکر می‌کنم بی تاثیر نیستش توی توهم جمعی. در مورد همه اینا توی کتاب مثال آورده، یعنی تک تکشون رو با مثال اومده بیان کرده. مثلا همین اثر هاله‌ای که گفتی، یه داستان شخصی تعریف میکنه تادروس درباره یکی از دوستای دبیرستانیش که این دوست حالا توی یه سالگردی دارن که بعد از 20 سال دوباره جمع میشن دوره هم، ریونین میکنن. بعد از 20 سال این آدم اومده بود و زمان دبیرستانشون از اون بچه‌های خیلی محبوب بوده دیگه، همه دنبالش بودن و پیگیری میکردن که این چی کار میکنه، اگر لباس خوب میپوشه ما هم همونو بپوشیم. بعد از 20 سال وقتی که میاد میبینن که یه برند حالا شراب زده و میاد تبلیغ میکنه، میگه که این برند منه، من اینو استفاده کردم، اون استفاده کردم و برای همه حالا میریزه یه ذره از اون نوشیدنی و همه شروع میکنن مزه کردن. و تادروس میگه که من وقتی اولین جرعه رو نوشیدم احساس کردم که این خیلی بده، ولی هیچ کس از افرادی که تو اون جمع بودن نمیگفتن، به خاطر اینکه الان این دوستشون بود که خیلی محبوبه و خیلی خوبه و خیلی خوشتیپه، چون این گفته بهترینه، این چیزیه که من تولید کردم، میگه هیچ کس جرئت نداشت که بگه این خیلی بده. و این خاطره بود که خودش مثلا به عنوان یک توهم جمعی که خودش اسیرش شده بود داشت بیان میکرد توی مقیاس کوچیک. تو جالب. تادروس هم که قلمش به این صورته که کلا داستان و مثال همه چی رو توضیح میده. اصلا حوصله آدم معمولا سر نمیره موقع خوندن کتاباش. یک عالمه مثال داره برای هر کدوم از این حالا چیزایی که ما راجبش صحبت کردیم. خیلی عالیه. شکی با یه سوالی که واسم ایجاد شده اینه که نوع حکومت چه تأثیری میتونه توی رواج توهم جمعی داشته باشه؟ خیلی به نظرم تاثیرگذاره، از این بابت که خب ما اگه به طور کلی بخوایم نگاه کنیم دو دسته حکومت داریم، حکومت‌های دموکرات داریم و حکومت‌های حالا توتالیتر که دیکته میکنن که حالا تو چی کار بکن و چی کار نکن. توی کتاب در مورد این که توی هر دوتای این نوع حکومت‌ها توهم جمعی میتونه گسترش پیدا کنه صحبت کرده. مثلا توی حکومت دموکراتیک خب معمولا هر فردی یه تریبون برای سخن گفتن داره، برای صحبت کردن داره، اظهار عقیده داره. خب این باعث میشه که آزادی بیان یک نهایتاً افرادی که در برابر این آزادی بیان هستن بمباران اطلاعاتی بشن. از هر طرفی داره یه چیزی بهشون گفته میشه. کدومو قبول کنم کدومو قبول نکنم. نهایتاً اون رو قبول میکنم که همه قبول کردن. چون تصمیم گیری سخت میشه. آره دیگه ببینم چی و بقیه میشم اثر تماشاگره. دقیقاً. بقیه سوار چه موجی ان، سوار همون موجه بشن.
و کسی هم جلوتو نمیگیره دیگه. تو میتونی هر چیزی رو بگی، میتونی یه شایعه درست کنی، میتونی یه نفری رو بر ضدش مثلا یه عالمه صحبت کنی که فرهنگ لغو نهایتا پیش میاد که نمیدونم راجبش شنیدی یا نه. توی آمریکا الان اخیرا خیلی این اتفاق افتاده، آزادی بیان زیاده. معمولا حالا یه بازیگر یا سلبریتی وقتی یه حرکتی رو انجام میده که حالا مثلا توی هنجار جامعه نیست، اون کنسل میشه دیگه، فیلماش کنسل میشه، تموم شد. آره یه موجی را میفته و اون فرد کلا انگار مثلا گذاشته میشه کنار. و این یکی از نتایج توهم جمعی توی حکومت‌های دموکراتیکه. توی حکومت توتالیتر چطور؟ خب توی حکومت توتالیتر خیلی بیشتره، مثلا ذاتش ایجاد توهم جمعیه و کنترل کردن اون افراد. یه بحثی که راجبش صحبت میکنه توی کتاب مبحث در واقع چی میگن والد سالاریه. میگه حکومت ها یک شیوه مدیریتی، یک شیوه رهبریه. میگه حکومت های توتالیتر برای اینکه بتونن افراد رو نگه دارن زیر نفوذ خودشون میان به اونها القا میکنن که شما صلاحیت تصمیم گیری ندارید، شما نمیتونید برای خودتون انتخاب‌های درستی داشته باشین، شما نباید به خودتون و غرایزتون اعتماد کنید و بهتره که به حرف ما گوش کنید. شما صلاحتون رو میدونین. ببینید مثلا ما داریم میگیم همه با هم متحد باشین، همه با هم برابر باشین، فقر نباشه، چقدر چیزای خوبی داریم میگیم، پس این کار رو انجام بدید. و خب ما تو تاریخمون هم یعنی تو تاریخ جهان خیلی خیلی نمونه های زیادی از این کمونیسم رادیکال دقیقاً که افراد اصلا چیزی نمیگفتن، صحبتی نمیکردن، تحت فشار بودن، یک عالمه داشتن اذیت میشدن، داشتن رنج میکشیدن، ولی یه آرمانی بود، یه ایده‌ای بود، یه ایده‌ای هست که به اونها میگه که نه، ما داریم برای بهتر شدن شما، برای وضعیت زندگی شما داریم این کارا رو انجام میدیم. یه نمونه خوبش که توی کتاب مثال آورده و توی فصل آخرم هست، در مورد کتاب قدرت بی قدرتان واتسلاو هاول صحبت کرده. کتاب معروفی. آره کتاب معروفی و در واقع یک مقاله است که هاول 10 سال قبل از انقلاب مخملی توی چکسلواکی این مقاله رو می‌نویسه و در مورد این صحبت میکنه که آدم‌های معمولی توی جامعه چه قدرتی میتونن داشته باشن. در واقع آدم‌هایی که چیزی ازشون انتظار نمیره، نمیتونن، دستشون به جای بند نیست، نهایتا میتونن چیکار کنن. و داستان یه سبزی فروش رو میگه، یه سبزی فروش که هر روز پشت شیشه مغازه شعار حالا اون حکومت رو میذاشت که فکر میکنم درباره کارگران بود که کارگران همه با هم متحد هستن، یه همچین شعاری. و در حالی که خودش به اون باور نداشت، در حالی که میدونست تو جامعه که هست هیچ کس با هیچ کس برابر نیست و فقط برای اینکه منافعش به خطر نیفته، برای اینکه نیان مغازش رو ببندن، برای اینکه مثلا نذارن بچه‌ها جلوی مدرسه رفتن بچه‌هاش گرفته نشه، این کاغذ هر روز میچسبون. هاول میگه که یک روز اون سبزی فروش تصمیم گرفت که دیگه اونو نچسبونه و در برابر اون توهم جمعی که ما داریم توی یه حکومتی که به صلاحمون عمل میکنه زندگی میکنیم ایستاد و کم کم شروع کرد به صحبت کردن با حالا افراد صنفی که بودن توی اون حالا محلشون و کامیونیتی های کوچیکی به وجود آورد و اینها نتیجهش 10 سال بعد این بود که میلیون ها نفر توی یک شب جمع شدن و حکومت توتالیتر رو به پایین کشیدن و نهایتاً برای اولین فکر کنم بعد از 44 سال توی چکسلواکی یک انتخابات آزاد برگزار شد و خود آقای هاول به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. چقدر جالب واقعاً. این که میگن همه چی، هر تغییری از خودمون آغاز میشه، واقعاً درست هستش. تادروس اشاره‌ای هم کرده که چه جوری میتونیم با توهم جمعی مقابله بکنیم. توی اولین یعنی ساده ترین راهی که گفته این که در مواجهه با هر موضوعی اول بپرسیم چرا. اگه قرار قبولش کنم پرسم چرا قرار قبولش کنم، اگه قرار ردش کنم چرا باید ردش کنم. این در واقع اون تفکر انتقادی است که خیلی حالا موضوع عمیق تریه، اما سادهش بخوایم بگیم اینه که چرا.
اگر که مثلا سیمین به من بگی که این گل خوراکیه، خب من نباید الان حرف سیمین رو باور کنم و پیش خودم بگم که آیا واقعا این گل خوراکیه؟ چرا مثلا من باید به سیمین اعتماد کنم؟ اما این مبحث اعتماد در واقع یه چیز دیگه است که بیان میکنه. گفتم که توی حکومت‌های والد سالار اعتماد آدم‌ها رو نسبت به همدیگه کم میکنه. تادروس توی این کتاب با یک عالمه حالا استناد به پژوهش‌هایی که انجام شده میگه که ما آدم‌ها به صورت غریزی اخلاق مدار هستیم. یعنی اگر که یک مسیر بد و یک مسیر درست جلومون باشه، ما غریزی درسته رو انتخاب میکنیم. واقعا آره خیلی جالبه. میگه همین دیگه، تو باور نداری این قضیه رو، تو فکر میکنی که اینطوری نیست. یعنی یه موضوعی که یه آزمایشی در واقع بود که میگفتش که یه سری آدم‌ها بهشون میگفتن که ما یه مبلغ پولی به شما میدیم و شما اگر که این مبلغ پول رو به صورت شانسی اگر اون فرد اعتماد میگفتیم مبلغ پول شما باید رد کنید، هر چقدر که بیشتر از یعنی از پول خودت بذاری روی اون پول و رد کنی، نفر بعدی بیشترشو به تو برمیگردونه. حالا دیگه میشد اعتماد این که من ببینم آیا اون نفر بعدی بیشتر به من برمیگردونه، یه قمار بود، من پول بیشتری بذارم یا نه. من گفتش که این آزمایش خیلی اعتماد میکردم بهم، چون گفتش که خب چون که به من گفتن اینطوریه پس باید همینطوری باشه. پس اون طرف همونطوری که من اعتماد میکنم و یه پول رو میذارم تا به یه نفر دیگه برسه، اونم همین مقدار رو میذاره. من حالا مثالای مختلف دیگه راجع به اینکه مثلا پولای گم شده میذاشتن جلو پای مردم و اونها برمیگردوندن، در حالی که توی باور عمومی اینطوریه که نه اینطوری نیست، مثلا من پولو برمیدارم دیگه میرم پیش خودم، ولی وقتی پیش بیاد برات تو نه تهش همش داره قلقلکت میده که برو این پول رو پس بده. راست میگی، ذات ما اخلاق گرا هستش. ما به هم دیگه اعتماد کنیم، به هم اعتماد کنیم و بدون به خودمون اعتماد کنیم، به باورهامون، به درست و غلطی که توی وجدانمون بهمون میگه و این باعث میشه که کمتر فریب بخوریم، کمتر سلطه بپذیریم، کمتر گرفتار توهم‌هایی بشیم که خب میتونه نتایج خیلی بدی داشته باشه آخر سر. و یه چیز دیگه، یعنی در واقع میشه راه حل سومی که تو این کتاب گفته اینه که خودتون رو محدود به گروه‌های کوچیک نکنید. یعنی اگر که من دارم توی جامعه بزرگ زندگی میکنم، سعی کنم که با آدم‌های زیادی ارتباط برقرار کنم و خودم رو ایزوله نکنم. کاملا موافقم. مثلا یه منبع برای اینکه ببینم این خبر درسته یا نه نداشته باشم، چند تا منبع رو بررسی بکنم قبل از اینکه بخوام یه خبر رو شیر کنم، مثلا برای فامیلم، گروه خانوادگی این منبع توهم‌های جمعیه، یعنی اطلاعاتی بهمون میدن که هیچ جا دیگه شنیده نشده و همه باور میکنن. خیلی جالب. آره اینکه مثلا توی مثال جونستاون یکی از دلایلی که تونست موفق بشه و اونها رو با خودش همراه کنه این بود که کشوندشون کنار، از جامعه دورشون کرد و باعث شد ارتباطاتشون رو از دست بدن و با کسی دیگه ارتباط نداشته باشن، بپرسن آقا این کار درستی رو داره انجام میده یا نه، و خودشون رو فقط متکی به اون میدونستن، به اون گروه میدونستن، خاطر راه فراری نداشتن. خب حالا شکی با این کتاب توهمات جمعی که انقدر بهش مسلط بودی، به نظرت کتاب خوبی بود در کل یا نه؟ خب راستش کتاب خوبیه، اما کتابی نیست که به عنوان یک مرجع حالا دانشگاهی یا علمی بخواد راجع به این مثلا موضوعات صحبت کنه. رفرنس هایی که داده معمولا همین پژوهش‌های عمومیه که انجام شده، حالا میتونه پژوهش‌های دانشگاهی باشه یا نباشه، و یا مثال‌هایی که آورده بیشترش مثال‌های شخصیه، مخصوصا اواخر کتاب دیگه خیلی رفته توی زندگی شخصیش، یه جایش دیگه شد زندگی نامه خودش که به نظر من ربطی نداشت، در واقع می‌خواست مبحث اعتماد رو بگه ولی خیلی دیگه زده بود به نظرم جای ولی آره یکی دو فصلش اینجوری بود، اما کلیت کتاب روونی بود، کتابی بود که میتونه اطلاعات تازه‌ای رو در اختیار افرادی بذاره که خب تا حالا مثلا به این موضوعات نپرداختن. اگر بخواد یکی شروع کنه درباره تفکر انتقادی، یه کتاب خیلی ساده و روون و خوبیه. به نظر منم با مثالایی که تعریف کردی خیلی راحت میتونه تو ذهن خواننده این جرقه رو ایجاد کنه که کنجکاو بشه بیشتر و بره دنبالش، بیشتر راجبش بخونه. درسته. راستی کتابی که در فصل آخر توهمات جمعی خیلی راجبش صحبت کرده، کتاب قدرت بی قدرتان از واتسلاو هاول که اتفاقا هم کتاب خیلی پرفروشه، من نیاز به معرفی نداشته باشه. خیلی
لازم داشتیم که بخونیمش. آره فکر کنم خیلی توی 1-2 سال اخیر خیلی کتاب پرفروشی بود. اما سیمین جان اگر که بخواد کسی یا خود شما در مورد این موضوع بیشتر حالا بخونید و استناد بیشتری داشته باشید به حرفای یک دانشمند، این کتاب حقایق نهان دروغ‌های عیان از تیمور کوران، دانشمند ترکی آمریکایی و حالا یه مقداری اومده بیشتر جامعه شناسانه به این موضوع پرداخته و مثال‌های حالا دقیق‌تری آورده، دیگه زیاد شخصی نیست، تخصصی تره. آره یه مقداری تخصصی تره و حتی خود تادروز هم توی کتاب توهمات جمعی از تیمور کوران صحبت کرده و یکی از مثلا حالا مثال‌هایی که آورده از پژوهش‌هایی که کوران انجام داده. فقط جالب. منم یه کتاب برای معرفی انتخاب کردم، از اونجایی که خیلی به تبلیغات و رسانه علاقه دارم. کتاب چگونه سوگیری و تبلیغات رو در رسانه ها تشخیص دهیم، نویسندش ریچارد پول و لیندا الدر هستن، از مجموعه راهنمای اندیشه ورزان برای انتشارات فرهنگ نشر نو هستش. کتاب خیلی خوبیه، به همون این دید رو میده که اون رسانه‌ای که داریم دنبال میکنیم، حالا چه شبکه‌های اجتماعی هستش چه شبکه‌های تلویزیونی هستش، داره بی‌طرف نگاه میکنه به اخبار یا نه، داره اون سوگیری رو توی ذهن ما ایجاد میکنه یا نه. یا همون مبحث تبلیغات که بهش اشاره کردیم توی اثر حاله‌ای، توی شناخت این سوگیری ها خیلی میتونه کمکمون بکنه. به نظر من کتاب خیلی خوبیه در ادامه این کتابای تخصصی. البته ما تصمیم گرفتیم که بعد از هر معرفی کتاب یه سوالی هم در مورد اون کتاب از مخاطبمون بپرسیم که جواب این سوال رو میتونید هم توی اینستاگرام ما برای ما بفرستید، همین که زیر همین ویدیو تو قسمت کامنت ها برامون کامنت کنید. سوالو بفرمایید. سوال اینه که به نظر شما آیا توهمات جمعی میتونه نتیجه مثبتی داشته باشه یا توهم جمعی مثبت وجود داره؟ نظر تو چیه؟ خیلی سوال جذابیه. واقعا فکر می‌کنم که لازم دارم وقت روش بذارم و فکر بکنم، چون خود کلمه توهم جمعی خیلی بار منفی داره. مثلا توهم بار منفی داره. خب این اولین برنامه ما بود که کتاب معرفی کردیم و به نظر خودم که کتاب خوبی رو انتخاب کردیم و برنامه خوبی هم تا اینجا بود. برای منم تجربه خیلی تجربه خوبی بود. اما خیلی برای ما مهمه که بازخورد شما رو بدونیم، نظر شما رو بدونیم، بخاطر همین حتما برامون بنویسید و ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه ما بودید. منم ممنونم ازتون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. کتابی که توی ویدیو معرفی کردیم رو اطلاعات بیشترش رو تو قسمت توضیحات ویدیو حتما براتون میذاریم و همه کتابا رو میتونید با 15% تخفیف تا آخر تابستون از سایت jehun.net خریداری کنید. تا معرفی کتاب بعدی.